در شهر الماتای جمهوری قزاقستان مسابقه بین المللی اید به کراته دو برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی از کشور ما 24 ورزشکار و 4 مربی اشتراک نموده مهارت سنجی کردند. ورزشکاران کشور ما دستپروران فدراسیون کراته دو جوندوکان در این چهاربینی ورزشی مهارت بلند نشان داده صاحب 22 مدال، 5 طلا، 5 نقره و 12 برنجی شدند. مسابقه در سطح بلند گذشت. ورزشکاران ما بسیار چیزها را آموختند، نازکی‌های کراته را آموختند. در آنجا ما با یک چند مربیان راهبرهای فدراسیون بین‌الخلقی شناس شدیم. ورزشکاران ما نیز دوستی و رفاقت بین دیگر ورزشکاران پیدا کردند. من باوری کامل دارم مسابقه‌ای که در شهر الماتا شد این یک مسابقه برای ما برای در آینده برآمدی ورزشکاران در سطح جهانی و بین‌الخلقی خیلی مساعدت می‌کند. دستاوردهای ما بواسطه نتیجه دستگیری غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان میباشد که ما ورزشکاران مربیان در همه چهاربینی‌های سطحی بین‌الخلقی و جهانی رفته اشتراک کرده پرچم دولتی خود را بالا برداشته ایستاده‌ایم. هنگام بازگشت این ورزشکاران را در شهر خوجند نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند، سابقه‌داران ورزش و والدانشان گرم و صمیمی پذیرایی کردند. گفته شد که محض نتیجه توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت رشد و عمومیت ورزش و دستگیری ورزشکاران است که امروز برای آنها تمام شرایط‌ها مهیا گردیده ورزشکاران در انشاءات‌های زمانوی مشق و تمرین کرده پرچم کشور عزیزمان را در مسابقه‌های با نفوذ بین‌المللی و جهانی افشان می نمایند. در جمهوری قزاقستان شهر الماتا به مسابقه رفته چمپیون شدم. من در اونجا مدال طلا گرفتم. من آینده میخواهم که همه جوانان و نوجوانان آینده به نمود کراته مشغول شده پرچم تاجیکستان بالا ببرند. مورد به ذکر است که در 2 ماه سال جاری دستپروران فدراسیون کراته دو جوندوکان تنها از مسابقه‌های بین‌المللی بیش از 50 مدال به دست آوردند که این نتیجه زحمت و تلاش مربیان این نمود میباشد. مربیان فدراسیون کراته دو جوندوکان عزم دارند سال جاری بیشتر مسابقه‌های چهاربینی‌ها را راه‌اندازی نموده شاگردان را به مسابقه‌های بیرون از کشور زیادتر سفربر نمایند تا ملکه مهارت کسبیشان بالا رود و به دستاوردهای نظر رس نائل شوند.